سلام، روز بخیر. امروز میخوایم که کاشت آمبره رو انجام بدیم. از یک سرسوهان ژلبر تو دور تند استفاده میکنم و لاکمون رو از بین میبریم و شروع میکنیم به بردن 70% حجم مواد و کوتاهی کار، به خاطر اینکه من از ژل هلویی استفاده کرده بودم توی سری قبلی. حالا از سرسوهان شنیمون برای بلند کردن کوتیکول‌ها استفاده کنیم و در هر دو جهت این کار رو اجرا میکنیم. این کار باعث میشه که پوست کوتیکول‌ها خیلی ترتمیز و مرتب از همه زاویه‌ها از کار جدا شده باشه. این کار خیلی مهمه و همینطور با همین سرسوهان یکم کوتیکول‌ها رو به سمت بالا پوشش میدیم. حواستون باشه که اگه مشتریتون قبلا مانیکور نکرده یا خیلی وقت از مانیکور قبلش داره میگذره، اول با یه عقب زن چوبی کوتیکول‌ها رو بلند کنید. حالا از سرسوهان شنی میکروفونی استفاده میکنم برای دوباره هل دادن کوتیکول‌ها و پوسته ها به عقب. دوباره در دو جهت استفاده میکنیم. این کار باعث میشه که پوست کاملا عقب بره و به سمت بالا هل داده بشه تا بتونیم راحت‌تر اون رو مانیکور کنیم. و بعد سرسوهان کاغذیمون رو استفاده میکنیم و تمام سطح کار رو خط میندازیم. این کار باعث میشه که مواد به راحتی بچسبه، حتی مخصوصا اون قسمتی رو که رشد کرده. این نکته خیلی مهمیه که کار ما لیفت نده. حواستون باشه حتما فقط اون قسمتی رو که بلند کردین کوتیکول‌های مرده رو فقط بگیرید و سعی به اصلاح فرم طرح لبخند مشتری نکنید، چون باعث خونریزی میشه. و بعد از اون با یه سرسوهان شنی توپی رو دور خیلی پایین سعی میکنم تمام اون رد نیپر رو از بین ببرم و پوسته های مرده که مونده رو هم بگیرم. حالا با یه پد و کلینزر تمیز میکنیم کار رو که هیچ پوسته ای روی اون نباشه. این باعث میشه که لیفت نده کارمون، یکی از نکات خیلی مهم بشه. و بعد از اون از دهیدراتور استفاده میکنیم. دهیدراتور باعث میشه که چربی سطح کار رو از بین ببره. توی کار ما به ضد قارچ خیلی معروفه. و بعد از اون از پرایمر استفاده میکنیم. برای من پرایمرم غیر اسیدیه. و بعد یک لایه خیلی نازک از بیس کات. حواستون باشه که مرحله بیس کات مهمترین مرحله این قسمت ژله، به خاطر اینکه اگه حد و مرزها رو رد کنین و شوره بده کارتون، تمام مراحل بعد از این هم مواد شما شوره خواهد کرد. و بعد میایم سایز قالبی که مناسب انگشت خودتون باشه رو پیدا میکنیم. حواستون باشه بعد یک کوچولو بزرگتر از سطح ناخن خودتون باشه و قوسش هم چک کنین، روی ناخن کار بذارین و بیایم علامت گذاری کنیم. این علامت گذاری به ما کمک میکنه که مثل پازل تو راه جای درستش قرار بگیره. اگر ما کمی فقط به چپ یا راست مایل کنیم موادمون رو، ناخن کامل کج میشه و همینجا قد کار رو توی همین لحظه مشخص میکنیم. این کار باعث میشه که وقتی من کار رو برمیگردونم بدونم دقیقاً از کجا مواد گذاری کنم. تو این مرحله تیپ سازی میکنیم. تیپ سازی به ما کمک میکنه که فرم اصلی رو در بیاریم و همیشه مشکل کار با قالب این بوده که قسمت هایی که ساید وال های ما هستن همیشه نازک و شکنندن. اما اگه شما بیاین قبلش یه لایه بذارین و اونو خشکش بکنین، هم باعث میشه که دیگه مواد از بغل شوره نکنه و دو اینکه ساید وال های شما کاملا محکم تر باشه و دیگه نازک نشه. و بعد از اینکه این مرحله رو خشک کردیم، میایم یه لایه دیگه از مواد اصلی رو میذاریم و با قلموی نازکمون مرتبش میکنیم و با زاویه 30 درجه روی ناخونمون کار میذاریم. حواستون باشه که اون نقطه هایی که علامت گذاری کرده بودیم دقیقاً روی همدیگه قرار بگیره و آروم آروم به سمت عقب هلش میدیم تا هیچ حبابی روی کار نیفته و با یک کلیپس و یک گیره اون رو فیکسش میکنیم. حتما توی هم مرحله که خیسه کار رو برگردونین و پشت کار رو مرتبش بکنین. این کار باعث میشه که دیگه سوهان کشی بیش از حد نداشته باشین و کاراتون رو راحت تر کنین. بعضی که 60 ثانیه به سمت جلو از بالا و 30 ثانیه از سمت پشت دست اون رو خشکش کردیم، میایم با گلیتر و بیس کات این گلیترها رو روی اون قسمت کوتیکول ها، اون قسمت انتهایی کار میذاریم و حدوداً 15 الی 30 ثانیه خشکش میکنیم. حتما حواستون باشه که گلیترها رو با بیس کات خیسش کنین و بچسبونینش که خیالتون راحت باشه کاملا فیکس شده، چون وقتی که میایم مواد بعدی رو میذاریم باهاش قاطی نشه. من از بیس هلویی استفاده میکنم. اینجا رابر بیس هلوییمه. میخوام یه آمبره هلویی سفید داشته باشم. شما میتونید هر رنگی که دلتون میخواد اجرا کنید و بعد ناخن رو برمیگردید، قوس کار رو
چک میکنین و با ضربه زدن و استفاده از نیروی جاذبه استفاده کنین تا قوس کار مرتب باشه. و بعد سوهان کشی نهایی حتما حواستون باشه سوهان کشی وقتی میکنین از سمت روبرو و از سمت جلو حتما ببینین، از بغل چکش کنین که قوستون مرتب باشه و بعد از اون یه لایه تاپ کات میزنیم و تمام.